سلام، مونا هستم، مربی یوگا. امروز در خدمتتون هستم با لوزای عزیز و هنگدرامش. میخوام براتون توی این برنامه چند تا حرکت اصلاحی برای منطقه ناحیه شکمتون و کسانی که مشکلات زنانگی دارن، مثل تنبلی تخمدان، مرتب نبودن تاریخ پریودشون، یا افتادگی رحم یا افتادگی مثانه، و حسابی حرکاتی رو بهتون آموزش بدم که بتونید به مرور زمان و با صبوری مشکلاتتون رو به راحتی حل کنید. توی 2 تا جلسه بهتون آموزش میدم این پکیج رو، و توی یه جلسه هم بهتون توضیحات کامل و در رابطه با لایف استایلتون، سبک زندگیتون که باید تغییرش بدید، باهاتون صحبت خواهم کرد. بریم که داشته باشیم یه برنامه عالی و خوب. نماسته. شروع میکنیم، با حالت نشسته قرار میگیریم. توی این حالت پاهامون رو توی 90 درجه قرارش میدیم، کف پا روی زمین، پشتمون رو کاملا صاف میکنیم. یه نفس عمیق، دستامون رو بازش میکنیم، شکممون رو کاملا رول و داخل نگه میداریم. دم بدنمون رو آگاهش میکنیم که میخوایم بهش کشش وارد کنیم. اینجا میمونیم یه چند تا دیگه دم و بازدم. دستمون رو روی قفسه سینمون میذاریم، تپش قلبمون رو بهش توجه میکنیم، تپش قلبمون رو هماهنگ میکنیم. دستمون رو روی شکممون میذاریم، یه فشار کوچیک بهش میدیم و خودمون رو آماده میکنیم که اجزای داخلی شکممون رو به حرکت بیاریم و لگنمون رو حسابی گرم کنیم و ماهیچه‌هاش رو قوی کنیم. دستامو میذارم کنارم، یه کمی لگنمو میبرم به سمت پایین، خیلی آروم شکممو میدم به داخل، صرف شکممو نگه میدارم. از پاشنه های پام کمک میگیرم، دستمو میارم روبرو و اینجا فرمون ما شکم ماست. با بردن شکمم به داخل و رول کردنش، دونه دونه ستون فقراتم، مهره هامو روی زمین میذارم. یه حس خوب، یه لبخند، شونه هامو کاملا روی زمین بازش میکنم. پاهامو شروع میکنم یکی یکی میارمش بالا، اینو باز کنم. تو حالت 90 درجه پاتو نگه دار. لطفاً پاتون حتما تو حالت اکتیو باشه توی حرکت ها. هر جایی که لازم باشه من بهتون میگم که پوینتش کنید. اینجا نگه میدارم، شکممو کاملا میفرستمش تو، گودی کمرمو پر میکنم. تو کل حرکت ها اجازه نمیدم کمرم توی گودی باشه. کاملا انگشتتون نباید از زیر کمرتون رد شه. اینجا میمونم، دستمو میکشم بالا، شروع میکنم یه کشش، پاهامو به 2 طرف خیلی آروم از لگنم به حرکت در آوردم. نفس، پاهام باز میشه. حرکت های اول زیاد فشار نیارین به خودتون، میاد دوباره تو حالت خودش. این حرکات رو هر کدومو من بهتون 3 یا 4 تا رو نشون میدم. شما میتونید تعدادش رو بیشتر کنید، بستگی به توان جسمتون داره. یکی دیگه میریم. اینجا زانوها کاملا باز. توی این قسمت که میرسید شکمتون رو که کاملا باید داخل نگه دارید، کمرتون پر باشه و یه انقباضی اینجا توی باسنم، توی لگنم ایجاد میکنم و بعد پامو میبندم. اینجا میمونم، شروع میکنم آروم با پای اکتیو، انگشتای باز به دوچرخه زدن، نفس عمیق. اینجا میمونم، لبخندمو میارم روی لبم، حس خوب، شکممو چک میکنم تو باشه و برعکس.
شروع میکنم پامو چرخوندن. نفس عمیق، به بدنت آگاه باش. این حرکت حتی برای کسایی که زانوشون هم مشکل داره خیلی خوبه. پاهامو کاملا اکتیوه، دوباره چکش میکنم، شکمم توه، پاهامو بازش میکنم به دو طرف، یه انقباضی توی باسرم ایجاد میکنم، شکمو سفت میکنم، اجزای داخلی شکم، رحم و منقبض سفت نگه میدارم و میبندم. یک، دستامو باهاش همراه میکنم. دو، نفس عمیق، شکم تو، انقباض، حس خوب. سه، داریم به وجودمون، به بدنمون اهمیت میدیم. این خیلی حس خوبیه و مطمئن باشید که شما رو، حالتون رو خیلی بهتر میکنه. اینجا میمونم، پاهامو دوباره بازش میکنم، شروع میکنم از پای چپم شروع میکنم، هل میدم پامو جلو، نگهش میدارم. حالا پامو پوینت میکنم، میارمش بالا، یه نفس عمیق، دستمو میبرم پشت زانو، جمع میکنم، زانومو میگیرم، میکشم از لگنم به سمت پهلوم، میکشم، زانومو نگه میدارم، پای دیگم اکتیوه. دمو بازدم، دست دیگه تو بالا روی سرت بذار، آروم برمیگردم، پای دیگم و صاف، اکتیو، منقبض، عضلات چهار سر رونم و پامو منقبض نگهش میدارم، میام بالا، جمعش میکنم، دستمو میزنم روی زانو، پای دیگم اکتیوه، کامل پا رو توی شکمم نگهش میدارم. یه نفس عمیق باز میکنم، پا رو میبرم پایین، آروم پامو میبرم میذارم کف پامو رو زمین، یه کمی استراحت میکنم، پاهامو باز میکنم تا اونجایی که میتونم، دستامو به دو طرف، لبخند، دو تا زانوامو کاملا میکشمشون به سمت زمین و اجازه نمیدم کتفم از روی زمین، دستم بلند بشه. اینجا میمونم، یه فشار کلی، برمیگردم به پهلوم، یه کشش دلانگیز، حس خوب بیاره روی لبه، حس لبخند، شکم تو کل این حرکات بچه ها ما باید حتما شکممون رو منقبض نگه داریم و تمام ذهن رو آگاه کنیم به این که داریم توی این ناحیه لگنمون و شکممون کار میکنیم، کشش میاریم. دوباره پاهامو میارم بالا، این بار جهت مخالف پامو از لگنم، از پایین لگنم شروع میکنم به چرخوندن، دستام رو زمین، شکم تو، برعکس میرم پایین، میام بالا. وقتی میرم پایین، اینجا که باز میکنم پامو، شکممو میفرستم تو و با سرمو منقبضش میکنم، میام بالا، یه دم عمیق، دم و بازدم خیلی مهمه توی حرکاتتون، حتما دم و بازدم داشته باشید و نفستون رو حبس نکنید، آزاد و رها باشید، چه در وجود خودتون چه در این دنیای زیبا، آزاد و رها زندگی کنید. دستامو میکشم بالا، شکممو کاملا میفرستم تو، یه فاصله بین چونه و روی قفسه سینم ایجاد میکنم، شونه هامو باز میکنم، فرض میکنم که یه نفر دستمو گرفته و منو از شونه ها قفسه سینه به سمت بالا میاره. اینجا میمونم و شکممو منقبضش میکنم به داخل، برای چند نفس میمونم. شکمتون ممکنه الان به لرزش افتاده باشه، اشکال نداره، آروم دست و پامو با هم میبرم پایین، یه کشش کلی تو بدنم ایجاد میکنم، کاملا شکممو میبرمش پایین و برمیگردم. اینجا
پای راستم و کفش رو روی زمین میذارم، کف پامو و به صورت 90. پای دیگم رو میکشم از زانو کنارم، ولی توی داخل شکمم نمیکشم. زانومو میبرم بیرون، میکشم کنارم، پامو اکتیو میکنم بدون اینکه گردنم رو بلند کنم بهش آسیب برسونم. کف دستمو میذارم روی پام، یه فضایی باز میذارم بین دستم و پام و پا رو با دستم فشارش میدم به سمت زمین. اینجا میمونیم برای چند ثانیه. دستتو ببر بالا، کشش رو توی پاد احساس کن. پاتون رو جمعش نکنید بچه ها، پا رو هی سعی کنید بازش کنید، ولی تمام کشش فشار از دست شما به کف پاتونه. بنابراین کف پاتون رو محکم و سفت بگیرینش وقتی میخواین این کار رو انجام بدید. میمونم آروم بر میگردم، پامو صافش میکنم، میبرمش به سمت پایین، دستمو میکشم بالا، میارمش بالا، نمیذارم لگنم بلند شه. یکی دیگه، شکم تو بالا، اینجا جمعش میکنم، میذارم پای دیگم رو میارم بالا، اکتیو. کف دستم رو میبینید باز میکنم، کاملا پامو میگیرم، فاصله دستم و پا، و با دستم فشار میارم و لگنم رو روی زمین میذارم. دست دیگم رو میکشم بالا، نفس عمیق، حس خوب. ذهن رو متمرکز کن روی ناحیه‌ای که داری بهش کشش وارد میکنی. چند تا دم و بازدم. آروم پامو میارمش بالا، پوینتش میکنم، حالش میدم به سمت پایین، دستامو میکشم، کاملا عضلات پام منقبضه، رویه های پام، چهار سر رونم، پشت پام. دوباره پامو میفرستم پایین، یه نفس عمیق، میام بالا، جمعش میکنم. این بار ازتون میخوام که هر دو رو دوباره بیارید بالا، پاتون رو اکتیو کنید. میخوام بهتون حرکت هپی بیبی رو یاد بدم، بچه خوشحال، که میتونید روزانه این حرکت رو خیلی زیاد انجام بدید و لذت ببرید. پاهاتون رو باز کنید، کف پا اکتیو، بدون اینکه سرتون رو بلند کنید و آسیب به گردنتون برسونید ناخواسته. سعی کنید که پاتون رو به سمت دستتون بکشید. دوباره اینجا نیازه که دستتون رو کاملا روی پاتون رو کاور کنه و پاتون رو توی دستتون بگیرید. اختیار پاتون یه جورایی توی دستتون باشه. دنبالیچه رو نمیبرم بالا، هلش میدم. این خیلی مهمه که دنبالیچه‌تون روی زمین باشه. پاهاتون رو یه کوچولو باز و دوباره از قدرت دستم استفاده میکنم، به کف پام فشار میارم، شکمتو بفرست تو. نفس عمیق، برای چند ثانیه اینجا میمونم، لذت میبرم از کششی که پشت بازوامه، کششی که توی لگنمه. کف پاتو فشار بده، نفس عمیق بکش، لبخند بیار روی لبت و آروم دستم رو رها میکنم، پاهامو جمع میکنم، پوینت میکنم، میفرستمش پایین. دوباره یه کشش، شکمم رو میفرستم داخل، چک میکنم و تک تک پاهامو دوباره جمعش میکنم. خب ازتون میخوام که الان توی این حالت دوباره پاهاتون رو بیارید بالا، دوباره اکتیو، لای انگشتای پاتو باز بذار، اجازه بده تمام ماهیچه ها و عضلات روی پاتم کار کنه. اینجا زانوامو میفرستمش به بیرون، کف پامو بدون اینکه گردنمو بلند کنم روی هم میذارم و زانوامو میکشم به دو طرف، شکممو کاملا تو نگهش میدم، آروم پامو میبرم. اینجا که میرسم به زمین، روی زمین نمیذارمش، یه انقباض توی باسنم ایجاد میکنم.
از داخل شکمم و سفت کیپش میکنم. یه حس خوب آروم برمیگردم بالا. دوباره نفس میگیرم میرم پایین. حتی میتونید دستتون رو زانوهاتون بذارید. یه فشار، یه انقباض توی لگن، توی باسنتون، شکم تو و دوباره میام بالا. یه بار دیگه دم بازدم اینجا پاهامو بر میگردونم. یه کمی مچ پامو میچرخونم. شکم کاملا داخل. برعکس مچ پامو میچرخونم. خیلی آهسته و با دقت مچ پامو میچرخونم. دوباره پامو میذارم رو هم. این بار کامل پامو میفرستم، میبرمش پایین، روی زمین میذارم و زانوامو به دو طرف رها میکنم. الان ناخواسته این حرکت رو انجام دادی. منم این حالت برام پیش اومد. دستم میبینید از زیر کمرم رد میشه. اینجاست که باید بیای الان شکمتو جمعش کنی، باسنتو عضلاتشو منقبض کنی و شکمتو کاملا تو نگه داری. 4 تا انگشتاتو به این حالت نگهش دار. آروم آروم شروع کن. فشار کوچیک روی شکمت، رحمت. شکمو سفت تو نگه دار. به بدنت آگاه باش. با دستت انرژی بفرست. ذهن رو آزاد کن و به ذهنت اجازه بده که با آرامش به بدنت همه چی رو به حالت طبیعی برگردونه. تو اینجا هستی که به وجودت کمک کنی، به ذهنت کمک کنی که هیچ مشکلی توی این منطقه، توی این ناحیه از شکمت نداشته باشی. یه نفس عمیق بگیر. دستاتو بفرست بالا. پاهاتو بیار بالا. لگنمون گرم شده. این بار زانوهاتو باز کن. پاهاتو کامل به دو طرف. پامون پایینته. دستتو بذار توی زانوات. یه فشار. نفس عمیق. دوباره شکم تو. تاکید میکنم تو کل این حرکات انجامشون باید از شکم منقبض و لگنی که کاملا آگاه هستی بهش داشته باشی. اینجا میمونم. از دستمو میذارم زیر زانوام. فضا میذارم برای زانوم که جمع بشه قشنگ. پامو میگیرم با دستم. پای پوینت جمع. بسته جمع. ببخشید باز. وقتی باز میکنم یه فشاری میارم. یه کشش کوچیک. یه درد دلانگیز. یه حس خوب. میبندم. اینجا پاهامو جمعش میکنم. پایین پام پوینته. دستامو میفرستمش بالا. چونه و قفسه سینه فاصله. نگاهم رو به آسمونه به خاطر اینکه به گردنم آسیب نرسونم. میام بالا. وقتی میام بالا قفسه سینه‌مو میارم بالا. زانوامو میکشم سمتش. بغل میکنم. دستامو قلاب میکنم. حس خوب. حالا الان میتونی گردنتو آروم ببریش عقب. اگر مشکل گردن نداری به سمت زانوها برمیگردم. دستامو میذارم رو زمین. جفت پاهامو با هم دیگه هل میدم. سمت چپ. دستام باز. کتف طرف دیگه‌مو کاملا میبرمش روی زمین. طرف دیگه. دم و بازدم. هر کدوم از این حرکات رو میتونید برای 5-6 هر چقدر که بدنتون بهتون اجازه میده و حس خوب بهتون میده میتونید انجامش بدین. اینجا یه چرخش دارم. شکمم و پامو میارم بالا. سفتش میکنم. از سمت دیگه کاملا دنبالیچتون و کمرتون رو
ماساژ بدید. این حرکات برای کسایی که مشکل کمربودی کمرم دارن حتی میتونه خیلی خوب باشه. پاهامو میذارم زمین، آروم لگنمو میفرستمش به سمت راست، برمیگردم، با رعایت قوانین میشینم، دستمو میذارم، هل میدم و میام بالا. اینجا میشینیم، یه نفس عمیق، پاهامونو تو حالت پروانه میذاریم، با 2 تا دستم لگنمو هل میدم به سمت پام. الان تقریبا لگنمون باز شده. اینجا میمونم، پشتم صافه، دستمو میگیرم به پاهام و زانوامو هل میدم به سمت پایین. دوباره شکممو کاملا تو نگهش میدارم. یه لبخند بیارید تو لبتون، حس خوب بدید به قلبتون. حسابی تمرین کردید که بتونید این تمرین رو هفته 3 روز ادامه بدید و دیگه مشکلاتی که قبلا داشتید و نخواهید داشت. اینو من بهتون قول میدم. ولی نظم خیلی مهمه تو انجام حرکات. پامو میذارم روی پام. حرکاتی که برای امروز بهتون آموزش دادم اینجا تموم نمیشه. براتون یه پکیج میخوام آماده کنم که یه جلسه دیگر هم خواهیم داشت با هم، دوباره در رابطه با مشکلات زنان و دختران دوشیزگان عزیز در رابطه با اونا حرکت داریم. بعد یه توضیح کاملی راجع به سبک زندگیتون که مستقیما ارتباط داره با اینکه شما پریود منظم داشته باشید یا نداشته باشید، تختوناتون فعالیتش درست باشه یا نه، تماما مرتبطه با این موضوع. اونا رو همه رو بهتون توضیح میدم. یه نفس عمیق بکش، کف دستاتو باز کن تو حالت کاملا صاف، ستون فقراتت صاف، ریه باز، قفسه سینه باز، شکم تو. همین نشستن ساده صحیح میتونه برای شما یه حس خوب بیاره و برای بدنتون مفید باشه. یه نفس عمیق، دستاتو بکش به 2 طرف، یه نماسته بگو از قلبت به قلب خودت. اینجا دستتو نگه دار، یه چرخش دلانگیز، یه حس خوب. به سمت دیگه دست راستتو بذار، یه کشش به سمت راست، یه کشش توی پهلوات. طرف دیگه. این حرکات رو میتونید براتون یه قسمتی هم در نظر گرفتم که یه گرم کردن کلی بدن رو بهتون آموزش دادم. شما میتونید با اون قسمت از یوگای من بدنتون رو گرم کنید و بعد این حرکات رو انجامش بدید. نماسته به زندگی نو یادتون نره. با نظم حرکات رو انجام بدید و مطمئن باشید که حس خوب و بهتری به زندگی شما خواهد داد. با خودمون باشیم، با عشق زندگی کنیم و لبخند رو فراموش نکنیم.